سلام، من ویتا جیتونم. امیدوارم حالتون خوب باشه و میخوام تو این ویدیوم راجع به تکنیک های مدیریت زمان باهاتون صحبت بکنم. پس اگه جز اون دسته آدمایی هستین که همیشه وقت کم میارین، کاراتون قاطی میشه، یک عالمه کار انجام نشده و تلمبار شده دارین و تهش احساس میکنین که کارا گره خورده تو هم و بهره وریتون اومده پایین، این ویدیو برای شما خیلی مناسبه. در ضمن اگه این مدل ویدیوها و محتواها رو دوست دارید، کانال بنده رو سابسکرایب کنید که کلی چیزای این سبکی بهتون توش بگم. توی این ویدیو میخوام 5 تا تکنیک معروف و مؤثر و کاربردی بهتون بگم که خودم ازشون استفاده کردم و نتیجه گرفتم. چون خودم نتیجه گرفتم، تصمیم گرفتم که اونو به شما هم یاد بدم. یعنی فکر نکنید یه چیز تئوری همین شکلی دارم بهتون میگم. این تجربه زیسته خودمه. برای اینکه من به خاطر مدل کارم که پروژه‌ایه، یک عالمه تسک و شرح وظایف‌های مختلف و تعامل با آدمای مختلف از صبح تا شب دارم که اگه نتونم وقتمو مدیریت کنم به چخ میرم. یعنی کارا قیما میرزه تو ماستا، دیگه نمیتونم مثلا سرمو بچرخونم. برای همین خیلی روی این موضوع، این حوزه تحقیق کردم، آزمون و خطا کردم که این 5 تا کار خیلی بهم کمک کرده. بریم سراغ تکنیکا. اولین تکنیک پومودوروه. شاید خیلی از شماها اسمشو شنیده باشید یا حتی ازش استفاده کرده باشید. تکنیک پومودورو برای اینه که شما وقتی یه کاریو دارید که زمان طولانی ازتون میگیره، یه تیکه بشینید پاش، تمرکز ندارید، خسته میشید، خروجی میاد پایین، یا برای کارهایی که زمان اضافه طولانی براش میذارید. مثلا ما خیلی وقتا، من خودم کارم چون مدلش جلسه‌ایه، جلساتو با تکنیک پومودورو میبرم جلو که زمان بهینه خرج بشه و در نتیجه یه جلسه‌ای که ممکنه الکی به صورت کشسان 2 ساعت بره جلو، با پومودورو مدیریت میشه. یا وقتی یه کاری دارم که باید 2 ساعت طولش بدم، با پومودورو انجامش میدم. این باعث میشه که خیلی فرسودگی کار و عدم بهره وری و اینا بیاد پایین‌تر. حالا ذات پومودورو چیه؟ پومودورو تکنیک 25 دقیقه است. میگه تو 25 دقیقه یه کاری بکن، 5 دقیقه رست بده. 25 دقیقه یه کاری بکن، 5 دقیقه رست بده. 25 دقیقه یه کاری بکن، 5 دقیقه رست بده و 25 دقیقه یه کاری بکن، 5 دقیقه رست بده. یعنی یه کار 2 ساعته رو میشکنه تو 4 تا بازه 25 دقیقه به اضافه 5 دقیقه رست. بعد 2 ساعت هم یه رو بهت آنتراک میده، یا اگه خسته بودی نیم ساعت بهت آنتراک میده. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که اولا تو بازهای 25 دقیقه ما متمرکز کار میکنیم چون کمه. مثلا من خودم فکر کنم میخوام محتوای یه وبینار رو در بیارم، محتوای دوره آموزشی رو در بیارم. میگم خب این 25 دقیقه کوتاه کمه، متمرکز کار میکنم، آخشون 5 دقیقه جایزه دارم و تا 25 دقیقه تمام میشه اون 5 دقیقه یه ذره به خودم استراحت میدم. دوباره 25 دقیقه میشینم فکر میکنم، محتوا در میارم، 5 دقیقه رست میدم و کلا اینو 2 ساعت ادامه میدم. این یه جاییه که من از پومودورو خیلی استفاده میکنم و خیلی کمکم میکنه. یعنی برای کارهای فکری و تمرکزی، که چون من خیلی پرش افکار دارم، چون تعدد کارام زیاده، فقط با این تکنیک ها میتونم ذهنمو متمرکز کنم که بهره وریم بره بالا. و دوم تو جلسات، همونطوری که اول گفتم، ازش استفاده میکنم. یعنی جلساتو میگم آقا با 25 دقیقه باید جمع شه و آلارم میذارم که سر 25 دقیقه زنگ بخوره. حتی یه جاهایی میگم آقا سر 20 دقیقه زنگ بخوره که بدونین 5 دقیقه دیگه باید جمع بندی بکنید. و خیلی بهم کمک کرده که تایمم تو جلسات اضافه پرت نشه، هدفمند بره جلو. این نکته هم تو پرانتز بهتون بگم که کلی اپلیکیشن پومودورو وجود داره که تایمر بهتون میده، خودش مدیریت میکنه، ولی من ازشون استفاده نمیکنم. من با همین آلارم معمولی گوشیم 25 دقیقه رو ست میکنم. دومین تکنیکی که میخوام بهتون یاد بدم و واقعاً بار ذهنی و روانی از دوش و مغز من برداشته، تکنیک 2 دقیقه است بچه‌ها. تکنیک 2 دقیقه یعنی چی؟ ببین، یکی از علتایی که ما استرس میگیریم و این استرس باعث میشه که کارامون به خوبی نره جلو، اینه که فکر میکنیم یک عالمه تسک انجام نشده داریم که بخش خیلی زیادی از این تسکا خورده کاره، یعنی کارهای ریزه است. ما فکر میکنیم اینا خیلی بزرگه. تکنیک 2 دقیقه بهت میگه هر کاری که انجامش زیر 2 دقیقه زمان میبره همین الان انجام بده. مثل یه ایمیل فرستادن، مثل یه قرار سین کردن، مثل یه تلفن زدن، مثل یه جلسه رو کلندر کردن، که خورده کاریای زیر 2 دقیقه رو بلافاصله انجام بدی و این باعث میشه که بار ذهنی و روانی، این که من یه عالمه مسئولیت انجام نشده دارم، از رو برداشته بشه، کارهای کوچیک کوچیک تیک بخوره و ذهنت متمرکز بشه برای کارهای بزرگتر. سومین موردی که میخوام بهت یاد بدم مورد کار بزرگ است. تکنیک کار بزرگ چیه؟ یعنی چی؟ همه ماها یه کارهایی داریم که انجامشون یا برامون سخته یا برامون مهمه.
این تکنیک بهت میگه اول روز تو برنامه ریزیات یا اول هفته تو برنامه ریزیات کار بزرگه و کار مهمه رو بیار بالا. میدونی چرا؟ وقتی تو یه کار مهمی که برات سخته و اول برنامه ریزیت انجام میدی و تیکش میخوره، نتیجهش میشه که تو ذهنت 2 جایزه داره. 1 کاری که سخت بود انجام داده، 2 کار سخت‌تر رو انجام دادی، یعنی حس میکنی پس میتونم، پس هفتم خوبه، پس روزم خوبه و بقیه برنامه ریزیاتم خیلی خوب میره جلو. مثلا الان برات یه مثال درباره خودم میزنم. مثلا من نوشتن متن محتوای یوتیوب برام کار سختیه. به طور مثال کاری که میکنم اول هفته، اول روزمو که میخوام برنامه ریزی بکنم، نوشتن محتوای یوتیوب رو 2 ساعت بهش اختصاص میدم، میذارمشون بالا. هم انرژیم زیادتره، هم میخوام کارامو ببرم جلو، هم اولش که انجام میدم دیگه تا آخر هفته میگم دان تیکش خورد، پس میرم سراغ بقیه کارام. پس تو تکنیک کار بزرگه ما هر کاری که برامون سخته یا هر کاری که برامون مهمه یا هر کاری که برامون اولویت داره تو برنامه ریزی و زمان بندیمون میاریم بالا و میذاریم تو زمانهای اول روز یا اول هفتمون که تیکش بخوره، هم جایزه داشته باشیم هم خیالمون راحت شه. 4مین مورد که میخوام بهتون بگم و مورد علاقه خودمه تایم بلاکینگ. بچه‌ها تکنیک تایم بلاکینگ زندگی منو عوض کرده و من بدون استفاده از این روش کلا فلجم. یعنی اگه آخر یه هفته نشینم هفته پیش رومو با تایم بلاکینگ زمان بندی و برنامه ریزی کنم، اصلا سردرگمم، حس میکنم پرت میشه. و ما با یه ابزاری مثل گوگل کلندر که کل دنیا دارن ازش استفاده میکنن میتونیم بهترین تایم بلاکینگ رو داشته باشیم و اون هم داره روی این زمان بندی میره که این مبحثش خیلی مفصله. من یه ویدیوی جدا براش ضبط کردم و لینکش رو این بالا براتون میذارم. حالا برم سراغ این که یه مختصر بهتون بگم تایم بلاکینگ چی کار میکنه. همونطوری که از اسمش معلومه زمانهای شما رو بلاک بندی میکنه برای یک روز کاری یا یک روز فردی، فرقی نمیکنه، یه روزی که میخوایم برنامه ریزیش کنیم و شما میبندی اون بازه زمان رو با بلاک. مثلا میگی من از ساعت 9 تا 11 این کارو دارم میکنم، 11 تا 2 این کارو دارم میکنم، 2 تا 5 این کارو دارم میکنم. 2 تا پیشنهاد واسه تایم بلاکینگ بهتون بدم که کمکتون بکنه. اول اینکه زمان بیشتری از کاری که فکر میکنید میبره براش بذارید، برای هر تسکی که میخواید اون تو تعریف کنید. مثلا اگه من فکر میکنم ضبط این ویدیو از من 1 ساعت زمان میبره، من 1 ساعت و نیم تعریف میکنم. چرا؟ چون که همیشه یه سری کار پیش میاد که ما از اون پیش بینیمون عقب میمونیم و ما همیشه پیش بینی زمان بندیمون رو ایدئال میذاریم. و مورد دوم، وقتی دارین هفته‌تون رو تایم بلاکینگ میکنین یا روزتون رو، 1 یا 2 تا بلاک رو خالی بذارید برای اینکه اگه نرسیدید به یه چیزایی برید اون تو و اون نرسیدنا رو پر بکنید. پس ما با روش تایم بلاکینگ روزمون رو از لحاظ ساعت زمان بندی میکنیم. مثلا میگیم از این ساعت تا این ساعت این کار، از این ساعت تا این ساعت این کار، از این ساعت تا این ساعت این کار. و کلی اپلیکیشن مدیریت برنامه برای تایم بلاکینگ هست که من از 2 تاش استفاده میکنم. یکی استراکچره که رو گوشیم دارم، لوگوشو اینجا براتون میذارم، و یکی گوگل کلندره که هممون میدونیم چجوری باید ازش استفاده کنیم و لوگوشو اینجا براتون میذارم. 5مین و آخرین روشی هم که برای مدیریت زمان بهتون کمک میکنه و من ازش استفاده کردم و خیلی نتیجه گرفتم، روش برنامه‌ریزی کل به جزه. تو برنامه‌ریزی کل به جز شما یه سری اهداف کلی برای خودتون تعریف میکنید یا یه سری تسک کلی دارید. برای اینکه ترسش بشکنه و ما بتونیم اجراش کنیم و از یه کار انجام نشده بزرگ تو ذهنمون به یه کار اجرایی تبدیلش بکنیم، ما کار بزرگا رو باید بشکنیم به کار کوچیک. براتون یه مثال درباره خودم میزنم. من می‌خواستم یه دوره آموزشی ضبط کنم و هدف و تارگت و مسئولیتم رسیدن به یه دوره آموزشی بود که خیلی اتفاق بزرگی بود. من اومدم اینو شکستم. گفتم مرحله اول تولید محتواشه. تولید محتوا رو شکستم. گفتم 5 تا فصل باید برای این دوره تعریف بکنم. تو هر فصل باید سرفصل درارم، اسلاید درست کنم، ضبطش بکنم و هر کدوم اینا رو اومدم با روش‌های برنامه‌ریزی که الان همینجا اون 4 موردی که گفتم آوردم تو دل کارام تو روز. مثلا گفتم تو فلان روز از این ساعت تا این ساعت میخوام سرفصل اول قسمت اول محتواشو درارم، از این ساعت تا این ساعت تو فلان روز میخوام برم ضبطش کنم، اونجا میخوام اسلاید بذارم اونجا. این باعث میشه کارهای بزرگ تو ذهنتون تبدیل به یه سری اقدام و اکشن کوچیک بشن که دستیافتنیه، یعنی خیلی راحت میتونید انجامش بدید و کاراتون از فکر عملیاتی میشه. انباشت کارهای انجام نشده تو ذهنتون تبدیل میشه به کارهای انجام شده کوچیک کوچیک. پس من تو این ویدیو به 5 تا تکنیک گفتم که به واسطه اون 5 تا تکنیک اول زمانتو مدیریت میکنی، دوم کاراتو میبری جلو.
اولی تکنیک پومودورو بود، دومی قانون 2 دقیقه بود، سومی قانون کار مهمه اول بود، چهارمی برنامه‌ریزی با تایم بلاکینگ بود و پنجمی برنامه‌ریزی کل به جز بود. با استفاده از این 5 تا تکنیک میتونی بهره‌وری تو ببری بالا و مدیریت زمان داشته باشی و به کارهای بیشتری تو روزت برسی و حس این که تایمم داره پرت میشه نداشته باشی. بهترین پیشنهادم برات اینه که بری از این تکنیک‌ها استفاده کنی و ببینی با کدوما بیشتر مچ میشی و هم راستا میشی. نتیجه‌اش هم برای من بفرستی و اگه این ویدیو برات مفید بود لایکش کنی و کانال منو سابسکرایب کنی تا محتوای بیشتری تو این زمینه‌ها بتونی ببینی.